بازم یه شاهکار دیگه از برند بولگاری. با یه طراحی خاص. اولین نکته تو این گردنبند استفاده از ریتم تکاملیه. سنگ‌ها در انتهای کادر کوچیک‌ترن و هر چقدر به سمت وسط میان این سنگ‌ها درشت‌تر میشن. نکته دوم استفاده از ریتم موجیه. ریتم موجی هم به این صورت که به صورت سینوس‌های کوتاه و بلند استفاده شده و جالب‌تر اینه که از این سینوس‌ها جوری استفاده شده که هماهنگ باشه با این سنگ‌ها و جورایی هارمونی با سنگ‌های پیر شیپ هم داشته باشه. نکته بعدی توی این گردنبند از الماس‌های با تراش باگت در کنار الماس‌های با تراش پیر شیپ استفاده شده. این باعث میشه که یه هارمونی بین این دوتا باشه و در عین حال یه تضادی هم باشه. و نکته آخر چیزی که جالبه وقتی که پشت گردنبند شما میبینید متوجه میشید که این در واقع سر ماره. سر مار یه جورایی نماد برند بولگاریه و اومده توی قفل از این نماد خودش استفاده کرده و در واقع کل این قسمت ها یه حالتی از حالت بدن ما رو داشته.